حالا ببینید ان همین از همینجا از ورخ تا به شوراب پیشتر آب میرفت. از ورخ تا به شوراب پیشتر آب میرفت. این حالا باشد چه شدگی است. همین سال از طرف سور به شوراب از دریا آب برآوردند و آن آبی که از ورخ تا به شوراب میرفت حالا به قرقیزها حکومتی ها یا میفروشند و یا از ترس بی پول میدهند. این آب به شوراب دیگر نمی رود. در همین رو در همین اقصروی همین جاها میماند. اقصای، اکتاتیر و سمرقند و دیگر دهه های قرقیز از کوبری انامین از ورخ به شوراب میرفتگی آب میخورد و وقتهای اول هم تا شوراب آب نمیرفت. چرا؟ قرقیزها کوبر را شکاف کرده آب را میگرفتند و شورابی ها از توسط ماشین های آبکش و خودشان آب میبردند. خودشان را با آبی کشانده تامین میکردند. حالا ببینید این جایی که سرخ کرده نشان دادگی است. این قمه‌زاری چارکوه هست. چارکوه همتون میدونید. اینجا رو هم مسئولین تاجیک موضع بحثی گفته به قرقیزها فروختند. در اصل گرید 100 ساله ها این موضع از تاجیک ها بود و سال 2020 به این موضع قرقیزها صاحب شده هستند از سال گذشته. اکنون به این اهمیت دید. این هم قمه‌زار. حالا نگاه کنید اهمیت دید چقدر زمین های تاجیکان را قرقیزها زده گرفتن الکی. زمین های کشت تاجیک ها را قرقیز آهسته آهسته پیش راهی ورخ و خوجه علی را بعد چارکو فکری بستن دارد و انا همین خیل رود 100% ورخ و خوجه علی به قرقیز میگذرد. نگاه کنید اهمیت دید قمه‌زار از آن قرقیز شده است. اینجا زمین های کشت را ببینید. زمین های کشت از آن قرقیز شده است. انا کنون به اینجا اهمیت دید. این خط سرخ خطی که باید قرقیز انا همین خیل گذشته میرفت. براسم دقت دید. رخ سرخ این باید راه اصلی قرقیز به ناحیه لالک طریق کوه باشد. با کوه کتی برآمده میرود یعنی عقبچه. لیکن قرقیز با استفاده از منصبداران رشوه‌خوری ما منصبداران بیناموسی تاجیک بین چارکو و خوجه علا راه ساختگی است و حالا میخواهد آینده پر ورخ خوجه علا رو هم گیرد. من راه که شد دیگر مثل همین ری ورخ اسفره که در مابینش اقصای در آمده است و اقصای از آن قرقیز شده است همین طور می شود. حالا ببینید الکی 70% ساکنان ورخ به روسیه و یا دیگر منطقه های تاجیکستان کوچیدند. از ورخ ساکنان اویلوی به روسیه کوچ بسته ایستادند. به این رسم دقت دهید. این رسم را ببینید. طرف لکان هم اینجا طرف لکان است. دقت دهید به خریطه. زیاد زمین ها را قرقیزستان گرفته است لیکن همه خپ و دم از پی زندگی خودش آورد. این خیل خپ و دم رفتن گریم به امیدی همین منصبداران رشوه‌خور که میرن بز را بکشن، گوسفند را بکشن، گوساله را بکشند و ششلیک کرده میزنن. از پی این ششلیک چند صد گرم میزنن به همون هوششان در خودشان نیست. بعد به هوش میبیایند که هوشیار میشوند که از مستی چقدر زمین تاجیکستان را فروخته آمدند.